نویسنده کتاب هنر خوب زندگی کردن، رولف دوبلی، این کتابو اینجوری توصیف میکنه: 52 تا ابزار ذهنی که واسه ساختن یه زندگی خوب باید توی جعبه ابزارت باشن. و یه چیزی هم توی پرانتز از خودم بگم، مطمئن باش که اگه این کتاب تأثیری رو زندگیم نمیذاشت هیچ وقت بهت پیشنهادش نمیکردم. پس بدون معطلی بزن بریم که همه این 52 تا هنر رو یاد بگیریم. 1. حسابداری ذهنی. مهمترین نکته این ترفند اینه که تو بیای معنی ضررهای مالی که دستت نیستن و به نفع آرامش ذهنت عوض کنی. مثلا قبل خریدن یه چیزی قیمتشو 50% بیشتر از قیمت اصلیش فرض کنی که موقع خرید حتی اگه اون کالا واقعا گرونتر هم شده بود اعصابت خورد نشه. یه روش حسابداری ذهنی دیگه که نویسنده معرفی میکنه این که تو واسه پولت کلی برنامه بریزی و بعد یه مشکلی پیش بیاد که مجبور باشی بخشی از پولتو از دست بدی، قطعاً آرامش ذهنی تو به هم میریزه، چون اولاً بخشی از پولایی که واسه شون زحمت کشیدی و یهویی از دست دادی و دوماً برنامه‌هات هم به هم خوردن. خب راه حل اینه که یه حساب بانکی به عنوان کمک‌های مالی و کارهای خیر درست کنی و هر ماه مبلغی از درآمد تو توی اون بریزی. بعد اگه ضرر غیر منتظره‌ای مثل خراب شدن گوشیت یا مثلا جریمه رانندگی بهت خورد از این کارت استفاده کن. دلیلش هم اینه که شما حساسیت کمتری روی پولی که از قبل رفته دارید و همینطور یه ضرر غیر منتظره دیگه نمیتونه برنامه‌های مالی تو به هم بزنه. 2. هنر ظریف اصلاح. باید با این ماجرا کنار بیای که زندگی هیچ کدوم از ما قابل پیش بینی و بدون دردسر جلو نمیره. یه چیز بزرگ در حد هواپیما رو در نظر بگیر. امکان نداره که یه هواپیما بتونه دقیقاً توی مسیر از پیش تعیین شده حرکت کنه. توی مسیر بارها و بارها تغییرات جوی و حرکات هواپیماهای دیگه بررسی میشه و سیستم خلبانی بر اساس این اطلاعات مجبور میشه که چندین بار مسیر حرکت رو اصلاح کنه. حالا یه چیز خیلی کوچیک در حد سلول رو در نظر بگیر. با تقسیم سلول ها به طور مداوم توی ماده ژنتیکی خطا رخ میده و به همین خاطر توی هر سلولی مولکول های وجود داره که این خطاها رو اصلاح کنن. میبینی هیچ برنامه بی‌نقصی توی طبیعت وجود نداره، چون پیشبینی تهدیدها غیر ممکنه و همه چیز به لطف اصلاح مستمر پابرجاست. مشکل ما اینه که وقتی برنامه میچینیم انتظار داریم که همه چی مو به مو طبق اون برنامه پیش بره و اگه چیزی طبق برنامه‌مون پیش نرفت حس میکنیم شکست خوردیم. هنر اصلاح رو یاد بگیر و سعی کن لحظه به لحظه با توجه به شرایط جدید برنامه و مسیر تو بروز کنی. یه نکته ای رو اینجا لازمه که بهت بگم. حواست باشه که در طی مسیر هدف تو فراموش نکنی. تو قراره مسیر تو اصلاح کنی، نه هدفی که بهش ایمان داشتی. خلبانی که برات مثال زدم هزاران بار مسیرش رو عوض میکنه اما بالاخره هواپیما رو به مقصد مورد نظر میرسونه. 3. میثاق. اصل حرف این ترفند اینه که تو تحت هر شرایطی اون هدف اصلی تو فراموش نکنی. خیلی وقتا باید خیلی چیزا رو واسه هدفی که بهش ایمان داری فدا کنی. خودتو از خیلی انتخابا و راههای دیگه محروم کنی. یه مثالی هم از ارنان کورتکس، فاتح اسپانیایی هست که به محض اینکه از کوبا به ساحل مکزیک رسید بلافاصله مکزیکو به عنوان مستعمره اسپانیا و خودشو پادشاه اونجا اعلام کرد و بدون هیچ معطلی با دستای خودش همه کشتی‌هاشون نابود کرد و هر گونه امکان بازگشت رو واسه خودش و یاراش از بین برد. شاید کارش یه ذره غیر عقلانی به نظر بیاد ولی این دقیقاً هنر میثاقه. اون این حرکت رو زد تا به خودش و سربازاش بفهمونه که راه برگشتی ندارن و کل تلاششون رو باید بکنن تا اینجا رو فتح کنن وگرنه میمیرن.
تو هم باید اینو یاد بگیری که وقتی حرف اهداف مهم در میون باشه دیگه انعطاف پذیری و دست کشیدن ازشون مثل مردنه. 4. تفکر جعبه سیاهی. بعد از هر اشتباه به جای اینکه خودتو سرزنش کنی بشین تحلیل کن که چه چیزی باعث بروز این اشتباه شد. به این میگن تفکر جعبه سیاهی و دقیقاً فلسفه ساخت جعبه سیاه هم همینه که اگه یه هواپیما سقوط کرد جعبه سیاه دلیلشو بهمون بگه و توی هواپیماهای بعدی اون نقص برطرف بشه. در واقع به دلیل وجود جعبه سیاه با هر سقوط پروازهای بعدی ایمن‌تر میشن. شکستاتو بپذیر و در کنارش یه جعبه سیاه واسه خودت بساز و توی اون تک تک قدم‌های اشتباهی رو که رفتی و منجر به این شکست شدن رو بنویس و در آخر سعی کن از جعبه سیاهت واسه ایمن کردن پروازهای بعدیت استفاده کنی. 5. اثر معکوس. گوشی تلفن همراه و برنامه‌های داخلش رو در نظر بگیر. ارتباطات رو سریع‌تر کردن و کلی استفاده‌های مفید میشه ازشون کرد. اما اگه بخوای واقع بین باشی همین گوشی کلی زمان رو توی روز ازت میگیره. خیلی از اعتیادهایی که تو داری مثل وابستگی به بازی‌های اینترنتی یا مثلا اینستاگرام در واقع بزرگترین دلیلشون همین گوشیه. به این میگن اثر معکوس، یعنی خیلی از چیزا در ظاهر قراره به تو کمک کنن ولی در واقع دارن زندگیتو نابود میکنن. نویسنده میگه که مراقب اثر معکوس باش. با دقت بیشتر میتونی متوجه اثرات معکوس داخل زندگیت بشی. رولف دوبلی میگه عادت کردم که فقط از یک لپتاپ بدون اینترنت استفاده کنم و تعداد برنامه‌های گوشی هوشمندم را به حداقل رساندم. 6. هنر منفی خوب زندگی کردن. نویسنده میگه وقتی به زحمت خودم را به کابین هواپیمای تک موتوره قدیمیم میرسانم به دنبال انجام کارهای خارق‌العاده‌ای نیستم. فقط تلاش میکنم سقوط نکنم و دلایل سقوط هم مشخصن: پرواز در آب و هوای بد، پرواز بدون چک لیست، پرواز هنگام خستگی و پرواز بدون ذخیره سوخت مناسب. تو هم اگه میخوای یه زندگی خوب داشته باشی قبل از اینکه بدونی چه چیزایی تأثیر مثبتی رو زندگیت دارن باید بدونی که چه عواملی تأثیر منفی بر زندگی خوب دارن و باعث سقوط یه زندگی خوب میشن. عواملی مثل اعتیاد به مواد مخدر و بقیه اعتیادها، استرس مزمن، بیکاری، شغلی که ازش متنفرید، فقر، مقایسه کردن و غیره. وقتی تمام تلاشتو بکنی که دلایل سقوطو از زندگیت حذف کنی به احتمال زیاد زندگیت خوب میشه. در واقع هنر تو توی این بخش اینه که تمرکز تو از چیزایی که زندگیتو عالی میکنن ورداری و اول از همه سعی کنی چیزایی که دارن زندگیتو نابود میکنن حذف کنی. 7. لاتاری شانسی. اگه شما یه زندگی خوب دارید بخش زیادیش رو مدیون خانواده‌ای که توش به دنیا اومدید و اون محیطی که دارید توش زندگی میکنید هستید و شما در کل بخش زیادی از زندگی خوبتون رو مدیون یه سری اتفاقات شانسی هستید. پس 2 هنر رو توی این بخش یاد بگیرید. اول اینکه متواضع باشید و دوماً با کمال میل و بدون اکراه بخشی از داراییتون رو به افرادی ببخشید که از جنهای اشتباهی در خانواده‌های اشتباهی و در مناطقی با کد پستی‌های اشتباهی متولد شدن. 8. توهم درون نگری. احساسات درست مثل یک قطب نماست که از تعدادی عقربه مغناطیسی درست شده که مدام دور خودشون میچرخن و همیشه گیج میزنن. مطمئن باش اگه با این قطب نما
وارد اقیانوس یا اعماق جنگل بشید، حتما ناامیدانه گم میشید. پس هیچ وقت این احساسات لحظه ایتون رو جدی نگیرید و به هیچ وجه اهداف اصلی زندگیتون رو بر اساس احساساتتون نچینید. از اون طرف سعی کنید از قضاوت‌هایی که بقیه در موردتون میکنن، هر چقدر که ممکنه تلخ باشه، برای پیشرفت خودتون استفاده کنید، چون دیگران معمولاً احساسات منصفانه تری نسبت بهتون دارن. ممکنه شما از زیاد فیلم دیدن یا بازی کردن لذت ببرید، ولی وقتی یه فردی از اطرافیانت بهت گوشزد میکنه که داری وقت تو بیش از حد با این چیزا هدر میدی، سعی کن به حرفش فکر کنی. در ادامه همین بخش تو یاد میگیری که چطور با احساسات منفیت رفتار کنی. احتمالاً طبق تجربه متوجه شدی که اگه سعی کنی احساسات منفی تو با نیروی اراده سرکوب کنی، صرفاً قوی تر میشن. نویسنده میگه من با احساساتم طوری رفتار میکنم که انگار متعلق به من نیستن، از جای دیگه ای اومدن، منو ملاقات میکنن و بعدم سر جاشون بر میگردن. من خودمو یه بازار بزرگ میبینم که توی اون پرنده هایی از گونه های مختلف از این نقطه به اون نقطه میپرن، اما دیر یا زود همشون میرن. از حضور بعضیاشون مثل حسادت و اضطراب خوشحال نمیشم، اما بازم حضورشون آرامش منو به هم نمیزنه. سعی میکنم احساسات منفی رو پرنده های کوچیک فرض کنم و اونها رو نادیده بگیرم. یه سری احساسات دیگه مثل خود تخریبی و نگرانی نیازمند راهبردهای دیگه هستن که توی فصلهای 24، 29 و 32 بهشون میپردازیم.